اینی که دارم بهت میگم افسردگی دیگه سراغت نمیاد. اولین نکته چیه؟ پرده داره انتخاب میکنی یا داری پرده میخری از جنس حریر و یا کنفی که جدیدن خیلی ترند شده استفاده کن. باعث میشه فضات خیلی روشن‌تر و دلبازتر بشه. رنگی که داری واسه مبلمانت انتخاب میکنی رنگای نود روشن باشه، خاکستری روشن، کرم روشن و سفید اگه بچه نداری. سومین نکته چیه؟ گل و گیاهو به فضات اضافه کن. درخچه های بزرگ فضاتو خیلی جذابتر میکنن و یه حال و هوای خیلی خوبی به فضات میدن. چهارمین نکته اصلاً سمتش نرو. کاغذ دیوارهای خیلی شلوغ و پارچه مبلی خیلی شلوغ باعث میشن فضات خیلی زود خسته کننده و خیلی سنگین به نظر بیان و اصلاً حس و حال خوبی ندارن. پنجمین نکته و آخرین نکته، اگه داری از اکسسوری استفاده میکنی از رنگای گرم استفاده کن. اینا باعث میشن که فضاتو خیلی گرم و صمیمی و دنج‌تر بکنن و خیلی فضای قشنگتری بهت میدن.